سلام خوبی؟ سلامتی؟ جد سیما هست بریم من واسه ماشین هم ماشین سنگی بازی اینجا نگاه کن تا داخلش هم هیچ کاری نکرد عشق من برای زندگی Опасаюсь. Кобра, опасаюсь. Беларусь. آقا یوسف زنگ زده. با سلام آقا یوسف. سلام احمد خوبی؟ خوبی سلامتی؟ قربونت کنده. چه سلامت باشی. من اینجا تو سمت کوهستانم. میخواستم بیام تیت یه کاری به داشتم. ها می‌خواستی بیای اینجا؟ خواستم بیام تیت یه سری ادنو. زمان بلدی؟ نه آدرس ببینم کنی. ببین از همین جاده که مستقیم میاد از شهر میزنه بیرون میاد سمت کوهستان. خب سمت کوهستان این جاده اصلا خودش معلومه. جاده نمیگی. خب بعد اینجا که میای لب جاده یه چیز هست، یه پل هست، آشغالا اینجا ریختن. همینجا وای میستی. آره میای بیا خورم میای بالاتر منو صدا بزنی من اینجا میبینی توی یه غارم. آره در خدمتم بیا. ماشین لف خطه هم؟ آره ماشین نیسان همونجا. خب باشه چشم 5 دقیقه دیتی. باشه قربونت خدا. کاری چی یارو یوسف؟ خدا پیش من. استاد دیشب زنگ زد اومد اینجا اشکانو برد رفت. نمیدونم اشکانو میخواست ببره واسه چی. گفت میبرمش. زنگ زد اومد اینجاست دیگه چیزی. اصلا خودش هم نبود، استاد نبود. چی بود اون یارو گفت از طرف استاد اومدن اشکانو برده. الان اشکانو برده نمیدونم برده واسه چی. آره اون یارو از طرف استاد اومده بود.
از دیشب تا حالا اون یارو اشکانو برده پیش استاد اصلا 1 سال انگار گذشته. خیلی ناراحت اشکان. روزگار روزای سختی رو گذروندیم. الان این کارمون به چه جایی رسیدیم؟ اومدیم جایی که اصلا حتی حیوونا هم اینجا زندگی نمی‌کنن. ولی خدا بزرگه. یه روزی هم ما صاحب خونه درست حسابی میشیم. آره دلش دریا باشه خدا بهش کشتی میده. من همیشه ذاتم خوب بوده. و همش از کمک کردن، همش از آدم کمک خواستن. ولی تا کمک از کسی نخواستن. میگه که از یه آدم حسابی پرسیدن چرا با این چه خوبی میکنی بدی میبینی بازم خوبی رو انتخاب میکنی؟ گفت آخه مرد حسابی من با خدا معامله میکنم نه با آدم ها. آره پس ما خوبیامونو با خدا معامله میکنیم نه با آدمایی که ذات ندارن. یه چیش نامادری منه که این همه بلا رو سرم آورد. زندگیمو با آتیش کشید.
اشکان نمیبر رفته بود هیزم بیاره. اومدی؟ بیا چیکار کردی؟ هیزم نبردی نه؟ نبردی؟ بابا اینجا چی نفت آورده بود اون مادر ساسان خیلی خواست علاجی خودش رو خسته شد. اینه بجی کوپا ایچی زبی اشان یک قاشق بیار اشان یک قاشق اینجا برده بیا یوسف اومد آقا یوسف بیا بالا بیا بالا اومد رو نکو بیا بالا آقا یوسف بیا بالا همینجوری مستقیم بیا بالا آره سلام خوبه آقا یوسف چه خبر؟ سلام علیکم. بهتره سلام خوبی؟ سلامتی؟ در خدمتی بفرمایید اینا واسه چی؟ آشان خوبی؟ نمیخواستی دست تو در نکنه ممنون خیلی لای کاری که دیروز چه سیما وظیفمون یه کاری که نیستی نه باید سرچه خواهش خوبی آقا اشکان؟ در خدمتت بفرمایید بشی زب چای هم؟ آره اینجا هم دیگه مدگاه شدیم ما داری نه دیگه پول میخواد این بنده بسته وقتی پول نداشته باشی دیگه ارزشی نداره یه جورتر بکن حتی اون سفره بداز یعنی اونا رو بگی این اونا رو اینجا بگی اون نمیده نه با من نون بخردم اومد غذا خوردین؟ آه الان پیش ما یه خورده ای نه مشکل نداره. اینا رو ببینم دوانه داخل اداره دیدم بله یعنی رما بالا ده دیدی لبه داده؟ آه آره اونجا گذاشته بود Allora, non lo devo ancora essere pronto. Non sei semplice. Adesso lo sotto. Sei con cosa in il mio Vieni. مشکل نداره
هم دیگه آره چیزی رو رفت براسگی میکنیم. واسه این دار باشه میخوریم دیگه واسه این چی گرسنمون نباشه. خورده پول بیکار بیان داخل خونه نشست میگم تا من سی به همه دون خدا دخه میزا بمون یا خبره الان دیگه وقتش عزیزا بزنیم بیرون بریم. خبره کرو انشالله دیگه فردا میرم بیرون. بری کرو فقط نمیدونم باید کجا بریم. یه زمینی من پول دارم میخوام. زمین داری؟ یه زمینی دارم خواستم یه خونه درست کنم سی استاد دادا بلوچ و سیمان تی همونجا هی خب خب باره میتی مورن هسه خب دا اخی تا بول میت مورو نقشه چششیره می دست را جمع وردم تو بالا عزیزی شما واسه چی میخواین به ما کمک؟ سی زبران چیه ما چیردی؟ کمه چمون چیردی؟ تو دیروز اومدی نگاه کنی؟ نه بابا این ساعت اگه من میدونستم اصلا شمایی به خدا مثلا من جدی میگم من میدونستم اون موقع که شمایین اصلا اون پسر گفت مثلا یه یارو رو اینجا گذاشته دنبالش من فوراً میفهمیدم که شمایین دنبال میمد اصلا ماشین نبود پیاده میمدم تا اونجا باشه کنم این ساعت دیگه هر چه دیگه زده نبود همین کار انجام میده اونها واقعا دنبالتونه نه یه اضافه چندم در دسته اونونی حالا شما میخواید جبران کنی ها؟ زبان کنسی زمینی داریم و بلوچ چند داخلش هسته همه فرمایید چی میخوای؟ ممنون دسته نمیخوری؟ یه تیچه بیا یه تیچه بخور حداقل ما چیزه ممنون دست دانه که من خوردم اومد یه تو بریدم واسه تو دهن داره نه حالا بشه نو تا نه بیا محل چای آماده است آماده شدم آماده شدم ببینید خب زحمت چه کنم نه اون سلفیه من دیگه موندگاه شدیم اینجا حالا ببینیم حالا شما هم زمین رو داشته باشی ببینیم ما آخرش یک کار میکنیم ببینیم میام یا نه ولی حتما میخوایم بهمون بدیم ها 100% خودتون برای مستر زمین دوست داشتی یه تا کاری دیگه کن اون زمین رو بده واسه خودتون زمین سیستم با اصلا یه زمین دیگه جای دیگه به من بده یه جای دیگه واسه هم اگه میخوایم کمکم کنی یه جای دیگه واسه هم خدا یه بخوایم جای دن داری توی آره خودتون دارین؟ آه یا میخری برام؟ دستانه که من خواهش میکنم این سر قشنگ برید برون طرف دا بگو کدوم رو زمینه میخوای؟ من اون دوش داخل چی یا نه اول چی میگی اون چی ارسی یعنی واقعا شما اومدین به ما کمک کنید که علیزا خلاصیم آره حالا گفتم تا من سجاش کنم نه خوبه الان داخل چمنی اصلا بفهم حساب بخواد بدم سلام گذاشت کن خب ببین
دمو معین همه تو بگم برم دست دادن نکه واقعا خیلی مردی دم جمع حالا بازم خدا به تو کمک کنه زندگی خوبی داشته باشی. این چه الان اومدی به ما کمک کنی از پا شدی اومدی اینجا به ما کمک کنی خیلی ازت ممنون آقا یوسف انشالله بتونیم واسه جبران کنیم خود بعض مالیم خراب شده اصلا یه خورده پول داشتم خرج اون خونه شدم که اونجا بوده پیش زلفا درست می‌کردم دیگه این ستایش و اینا اومدن اونجا خونه رو خراب کرد اینو نکار شد خونه رو خراب شدن دیگه پولم هم تموم شدن یه خورده دیگه پول دارم ولی فایده نداره مشکل نه از زمین شخه میدونه هر وقت بخیسی بلو چارم دست در نکن ممنون خیلی ازت ممنون حالا سکا کنیم بریم نگاه به اون زمین کنیم خبره نگاهش کنیم؟ آره مشکل نه انتظام بریم؟ آره گفتم بریم یه نگاهش بندازیم ببینیم زمین چجوریه مشکل نه تا بریم بریم؟ ها باشی الو بریم؟ من اسم رفتم پایین بیا بریم من نه میخوای بره زمین رو نشون بدی؟ الان بیاد راش خیلی دور آقا یوسف؟ راش دوره؟ بعد ازا بلوش خالی کردی؟ آره برو چه بلو خالی کرده هم راش هم خوبه ولی الان من خفه خیلی بایستی آیزه نشون حتی من باید ماشین من امروزا پیاده شدم بالا ماشین ها ماشین بیا برو بالا بشی برو اینجا میخوام بالا باشی اونجا میخوام بشی بیا شما بیا سوار شین
اینا آره های یاده آقای شما اینجا باشد ما استانما همیزان به چند رادیو که بالا حال اصاب رو بیده برد میزان تو بیمارستان خیلی هم بزرگی میدونم نه بزرگ هست ولی وقت شما میخواستین زمستون که بس یاد سیب میاد اینجا دیگه ماشین نمیاد آده همین داره نگاه کن اونجا اصلا ماشین نمیاد بالا شلی بود آره دیگه شل بشه زمین یه نم بارونم که اینجا بیاد دیگه زمین خیس میشه اصلا ماشین نمیاد آره همین داره ولی جای خوبیه من واسه ماشین هم ماشین سمون آره خیلی بریم توی رای دایره نه جای دیگه من خطه ساختمونه ما خیلی درست نیم دگاه مال تو میخته دو تا زمینه یه چی خیلی انزو دوره ها نه الان چند دقیقه بودیم تا اون یه چیز دوره ها؟ آه چیز خیلی دوره؟ خب اینجا به دردمون نمیخوره زردن میخوره؟ نه نه مشکل نداره بریم توی رسه او زمینه بلوچه چاینده بگو بلوچه لمینه هم بیو باخت با این روزا ببرم؟ خوش هم بله بعد شما میخواید استاد اینجا زندگی کنه؟ اوه نه بله جای خوبیه آدزاشن خوبه ولی الان برو تو میگی فلان سال متر این دو دست پاره دونیم دست پا چند سال متری؟ حالا جای خوبیه ولی ماشین از این طرف اصلا بدیم بیو زمستون زادش خراب میشه این دیگه اصلا زمین کشاورزی اینجا نگاه کن اینجا فردا شد بارونی چیزی بیاد دیگه ماشین نمیاد بالا اینم داره ماشین باید بزنی اون پایین اون پایین اونجا بزنی بیاد بالا پیاده بیاد بالا هرچش هم نداره از این ماشینای بیوقع مدور میاد بالا ولی این اصلا نگاه کن وانته اصلا تاراش گیر میکنن و اینو نمیاد بالا من واسه راه ماشینم فردا من بخوام شینی چیزی بیارم باید تو دوی برم فردا بخواهی چیزی بیاریم نمیاد نمیاد ماشین نمیاد بالا اشکان باش نه صحبت یا اشکان
بعد تو چیکار کنی؟ من و تو بیا بری کن میگم من و تو اینجا بمونی ماشین برای منم واسه ماشین میگم ماشینمون نمیاد واسه ماشینم یعنی الان نمیدونم چجوری شن آورده الان بارون چیزی نیومده اینجا شن آورده نگاه کن خوبیه نه شن آورده اونجا خونه بچی بعد اینجا هم چه دیگه درخت هم هستن جای خوبیه واقعا ولی ما تا اینکه جا نداره چی میگن ماشین نمیاد بالا اگه مثلا جاده خاکی بود صف بود ماشین میاد نه زمین کشاورزی تا حالا داخلش هم هیچ کاری نکرد 4 متر هم داخلش 1 2 3 4 خیلی بزرگ واقعا خونه بزرگیه پاپا چیه پاهای تو چه اصلا نیم متر هم نیست 1 متر 2 متر 3 متر 4 متر چیکار کنه؟ اینا به در میره آیسه دار با گوشت حالا ماشینمون اینجا نمیاد فایده نداره میگم اگه بخوام نجای دیگه خونه درست کنم شنا بلوشان بهم میدی؟ شنا بلوشان دست در نکن مثلا بیا میره باش و کجت چند میدونه سیمان آخر شیخ میارم سید یه سیمان به راه میره بزیده نه این آره بسیار زمین عدد است خمیر و عدد تنها ولی این نه خوبه زمستون زمستون میگن تابستون و بهار چیزی مشکلی نداره ولی زمستون پاییز بارندگی و برف و بارون آدم نمیتونی زندگی کنه واسه این میگم من خدایان داره خوبه این درخت ها وسط این اصلا خونه وسط این درخت ها رو دومه میگه کو وسط این درخت ها اصلا این تا درخت ها خیلی بزرگه حالا من دسترخه تابرنگ سه و زمین نکنیم دو تا زیر زمین داری؟ ها باش بریم مشکل نکنم این چی به دردم نمیخوره زمستون سرخه شنه سشم بود اینجا ماشین نمیاد بخوای وسیله چیزی هم ماشین نمیاد اینجا خودی آشان بریم
میذار من ابزیر گرفته نمیذارم این نرسیده ها کدسته یه چیز هست هم بیارم ایدار یه چیز شیا بیخواد بله خوبه کجاست گفتی آقا بیسه؟ ما بدیم پایین اینه این پایین این کلا از اینجا بره پایین؟ از اینجا بابا خیلی اصلا ماشین نمیاد تشت هم اون بهتر تا این بره رسد اینجا هست؟ آره خدا همه اینه شازو رو ببین بره برای کنن ها؟ حالا چیز دیگه؟ اگه خدا وکیلی همین خودت شاید میخواد بریم اینجا خونه درست اصلا یه نگاه به این درست ببین الان ماشین من کجاست اصلا زاده ای که الان باید بیاد اینجا بخواد بلوچ یا سیمان یا شن خالی کنه کجاست همینه اما اون ماشین حرکتش هم خوبی ولی زمستون نخوب اینجا هم که دیگه دره ای آره بارون بزنه آب از اینجا سرازی میشه اصلا خونه رو آب میبره خب پس هم که چیزه این مرزشه درسته؟ آره بره تا اون پایین و از اون طرف یا بالا همین دره بره پایین خیلی زمینه خب شما سند و قانون و اینو چیزا اینا رو دارید؟ همه چی شده درست خب حالا آقای سه خیلی از دستتون راضی هستم میگه چی میگم من کمک میکنم اینا بزرگتر کن وقت این که فقط زمینه ها خوبی بود ولی زمستون میترسی اون خوب بود اما ماشین نمیرفت واقعا قبول داشته باش من دارم جدی میگم وقتی ماشین نره اونجا دیگه به در نمیخواد هم راستش کنه هم اینجوری زبیلش میگه. کنه آره بگم فردا پس فردا ولش کنی بری دیگه اصلا ارزش نداره این همه هزینه کنی اونجا بعدم ولش کنی بری اصلا دیگه حالا میگم اگه میشه اون زمینتون بهمون بده کدامه؟ اون یکی که گفت اون یه چی طرفا اوره نه هم جاش خوبه ولی اون چیه من میخوام ببین طرف کوهستان باشه همون طرف نمیخوام نزدیک شهر لعنتی باشم که اینا بیان دنبالم اینجا درسته اونا ولی هونه خوب جایی جاشن خوبه اینجا خوبه داخل ببین مثلا جنگل اینا اینجا هست اما من تا اینکه لعنتی بازم نزدیک شهره نگاه کن الان شهر پایینه شهر پایینه نگاه کن خوبی داره من واسه این میگم میخوام اونا پیدام نکنم میدونی چی میگم اگه منو پیدا کردن اینجا دیگه بدبختم
هرچی هزینه کردم اینجا کارم تموم. میدونم. خب پس اینجا هم نپسندی. مشکل نداره. این خطه. آره میگم شما دیگه میخوان یعنی یه کاری کنید که یه زمین به ما بدید که از اونجا شر اونجا خلاص. ایران سر هم آجان. خوب بود خیارده یا نه خوب هم. ایران یه زمین دخل. آها درست. بعد راه اون نزدیکه ببینم. حالا نه راه خیلی دیگه. خیلی دوره؟ ها همین من یک تا چه راه می تا می تاییدش کنم. ماشین داغ. پس چیکار کنیم؟ یک کار دیگه میکنیم. چی کنیم؟ ما الان دیگه خیلی راه اومدیم. نمیتونیم برگردیم بریم. اینجا میمونیم. امشب و داخل شهر میمونیم. نمیریم تو کوست. نه خونه ما. نه ممنون دست دارم. که باسی خونه ما. خیلی ممنون دمت گرم. تو ماشین میخوابیم. صبح زود پا میشیم میریم. دیگه زمین رو بهمون نشون بده. من برم بلوچه رو و شنا رو بار کنم ببرم اونجا. شروع کنم با کار. ببین آقا حسین من به تو گفتم جای خوب میخوام. میدونی چی میگم؟ یه جا میخوام که اون آشغالا منو پیدا نکنه. نه اما جای خوبه. آها 9 دقیقه 10 دقیقه خب بریم پس. بریم؟ اینجا فایده نداره. ماشین نمیاد اینجا. نه ماشین خدا. الان ماشین کجا هستن؟ از این سرازیچ بیا پایین اصلا میاد میره میره میزنه تو اون دره اونجا. اصلا نمیاد. میره میزنه من اون تو هست. زون آمد. ما شما رو اونجا پیاده میکنیم خب داخل شهر. شما بریم با کارتون میرسیم. فردا بهم زنگ میزنین. بعد چیکار میکنیم؟ میایم سر زمین و نشون پیدان دا میره. این دمه جان بریم. بس واقعا واقعا درستی باید. حالا دیگه چون ستایش رو بهت نداریم ولی انشالله جای دیگه واسه دورانش بریم. الان ببین چقدر دور بود اصلا از زاده نگاه کن. 100 متر پایین زاده بود. اصلا نمیشد بریم. خود سیره گیرم بسه
میرم. میخوای تو پیاده شی؟ آره. حالا بیا تا برم مال تو. ممنون دست در نکن. آره زمین. سلامت دست شما در نکنه. حالا فردا بهتون زنگ میزنم. باشه چشم. خیلی ممنون. اینا بیا. جان بیا. بیا پایین. بیا بریم. بیا امشب اینجا میخوابیم داخل ماشین. فردا بریم آقا ایسا میگه زمین رو نشون میده میریم اونجا خونه درستی. برو برو. این چپشمو در بیارم. میگم آشان. نه آقا من خیلی آدم درستابی نه؟ آقا همینجا زمین رو بهتون میخوام بدم. این هم زمین لازم داشتیم واقعا پول لازم داشتیم اولش پول لازم داشتیم بعدش زمین. آدم این یارو چه میگه میخوام بهتون کمک کنم خیلی دمش گرم دستش در نکن آقا واسه جبرانش میکنم باشه آقا فردا بریم ببینید چه کار میکنی میدونی خیلی آدم خوبی یوسف